دادستان شهر بریانسک روسیه با تصدیق فکر عیبدارکنی پرونده یک شهروند 56 ساله تاجیکستان را برای بررسی به دادگاه شهر دیاتکوف سپرده است. مهاجر تاجیک بر اساس ماده 264 قسم 6 بند ا کودکس جنایی روسیه به ویران کردن قاعده های حرکت در راه که از بی احتیاطی سبب مرگ 2 نفر شده است عیبدار می شود. به او بر اساس این بند قانون تا 15 سال زندان تهدید می کند. بنا به فرضیه تفتیشات شب 28 آگوست سال 2021 تقریبا ساعت 22:30 دقیقه شهروند تاجیکستان که ماشین تمغه شورله را در حالت مستی و با صورت بلند میراند به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه مازدا برخورده است. در نتیجه راننده و یک زن مسافر مازدا به هلاکت رسیدند. در این باره روز 13 مای سال 2022 در سامانش دادستانی ولایت بریانسک خبر داد دیاتکوف تقریبا در 45 کیلومتری شمال بریانسک جایگیر شده است. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم می‌کردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار داشتند.